باورت نمیشه که اگر بگم این تاپ پروانه‌ای رو فقط با یه مستطیل دوختم. ابعاد مستطیل من 100 در 140. مستطیلم رو یک بار به طول و یک بار به عرض تا میزنم تا یک مستطیل کوچیک به دست بیاد. از 4 لای باز پارچه به اندازه 1/4 دور کمر به اضافه 10 سانت داخل میشم و علامت میزنم. از 4 لای بسته 55 سانت داخل میشم و علامت میزنم و این دوتا نقطه رو به همدیگه وصل میکنم. خط به دست اومده رو تقسیم بر 3 میکنم. از 1/3 پایین 4 سانت داخل میشم، از 1/3 بالا 4 سانت میام بیرون و این نقاط رو به صورت هلال به هم وصل میکنم. برای طراحی یقه از 4 لایه بسته 8 سانت داخل میشم، 2 سانت میام پایین یقه پشت رو رسم میکنم، 14 سانت میام پایین هفته یقم رو رسم میکنم. موقع برش یقه پشت رو برش میزنم و برای یقه جلو فقط لایه روی رو برش میزنم. پهلوی کارم رو هم طبق چیزی که رسم کردم با 1 سانت جای دوخت برش میزنم. پارچم رو باز میکنم، دور تا دور یقم رو نوار و ریب میدوزم و کناره های کارم رو هم تمیز دوزی انجام میدم. 2 تا نوار به پهنای 12 سانت و 4 سانت برش میزنم. نوار 12 سانتی رو به کمر پشت و نوار 4 سانتی رو به کمر جلو وصل میکنم تا بتونم این نوارها رو دور کمرم طبق تصویر گره بزنم. اگر از طرح پارچه خوشتون اومد میتونین از پارچه سرای بیات که توی کپشن تگشون کردم تهیه کنید.